سلام، چطورید؟ امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشید. خب در این اپیزود در رابطه با اون 7 اشتباه رایجی که خیلی بعد از اینکه ارتباط خودشون رو ترک میکنن و مسببه کندی بهبود اونها میشه رو اشاره میکنه. خب موضوع اول حفظ اون ارتباط و دوستی. گاهی وقتا شما ممکنه که فکر کنید پیام دادن، احوال پرسی یا نگه داشتن رابطه دوستانه ضرری نداره، اما یکی از بدترین و خطرناکترین کاری که میتونین انجام بدین اینه که شما حالت دوستی و اون رابطه دوستانه خودتون رو حفظ کنید. خب مغز هنوز در حالت اعتیاد به اون شخص قرار داده و هر بار که ارتباط برقرار میکنید مثل اینه که دوباره بهش مواد بدید. خب این کار باعث میشه که زخم عاطفی خوب نشه، دوپامین کاذب بگیره و بعد بیشتر سقوط کنه. خب بسیاری از آدم ها ماها تو این چرخه گیر میکنن و نمیتونن جلو برن. خب نکته عملی اینه که سعی کنید تمام تماس های خودتون رو کنسل کنید، بلاکش کنید و شماره طرف مقابلتون رو حذف کنید. همون عکس ها و چت هایی که موجوده رو پاک کنید و حداقل برای 60 تا 90 روز هیچ گونه تماسی نداشته باشین. حتی اگه خیلی سخت باشه براتون، به خودتون یادآوری کنید که این کار برای آینده و آرامش خودتونه. موضوع دوم، چک کردن شبکه‌های اجتماعی. خب شما در شبکه‌های اجتماعی ممکنه که عکس خودتون رو، استوری هاشون و آخرین بازدیدش و عکساش رو لایک کنید، دنبالش کنید. خب این شبیه سم آهسته برای بهبودیتونه. خب مغز در یک چرخه از اعتیاد و مقایسه رو گیر میکنه و اونجا باقی میمونه و باعث میشه که دوباره درد بکشی و بهبودت رو متوقف کنی. موضوع بعد اینه که شاید شما فکر کنید که با شروع رابطه جدید سریعا فراموش میکنید، خب حالتون خوب میشه و انتقام میگیرید. خب این اشتباهی که بعضی انجام میدن. رابطه انتقامی ها زود گذره، متاسفانه معمولا برای اکثرا یک موضوعی که برعکس جواب میده. یعنی شما هنوز خوب نشدی و در درد قدیمی خودت رو با یک درد جدید جایگزین میکنی و یک ترکیب میشه که شما نمیتونید احساسات خودتون رو به درستی پردازش کنید. خب حداقل سعی کنید که 3 تا 6 ماه به خودتون فرصت بده تا بتونی که خودت رو ترمیم کنی و روی خودت تمرکز کنی، نه اینکه بیاین و با یک آدم جدید اون درد رو جایگزین کنی. یعنی واقعا اون اتفاق مسبب میشه که شما دچار عدم نوسان در ارتباط داشته. خب رابطه جدید وقتی شروع میشه شما به دنبال الگوهای قدیمی خودتون برمیگردید، یعنی دوباره اگه آسیب ببینید همین اتفاقی دوباره برای شما میفته. خب شما سعی کنید که در بازده زمانی 3 تا 6 ماه فرصت رو به خودتون بدین که ترمیم بشید و روی خودتون تمرکز رو بکنید، چون که وقتی که رابطه جدید برای زمان گذاشته میشه و اون ارتباط درست میشه، اون ارتباط سالم تره. موضوع بعد، انزوا کامل یا قطع ارتباط با اطرافیانه. خب فکر میکنید که هیچ کی نمیفهمه، اصلا احساس میکنید که اگه به یکی در رابطه با اون درد و رنجی که دارین بگین، خب باری بر دوش دیگران. خب این یک اشتباه خیلی خطرناکه، چون انسان ها موجودات اجتماعی هستند و بدون حمایت عاطفی مغز نمیتونه به خوبی فکر کنه و ترمیم پیدا کنه. خب انزوا افسردگی رو عمیق‌تر و بهبود رو به نوعی طولانی تر. خب نکته عملی اینه که حتی اگه حوصله نداری، هفته حداقل 2 یا 3 بار با دوستات یا خانوادت برو بیرون یا حرف بزن. گاهی فقط گفتن درد به یک بار سنگین رو از دوشت برمی‌داره. خب حمایت‌های اجتماعی یکی از قوی‌ترین عوامل بهبوده. سرکوب احساسات و اینکه وانمود کنید خیلی عالیه. ظاهرا یک راهکاری است که شما احساس میکنید که روند بهبود شما رو خوب میکنه، اما متاسفانه این جواب نمیده. این که فکر کنید لبخند بزنید و بگین که من خوبم، توی جمع شاد به نظر برسی، خب اینها چیزی که درونت رو به درد میاره. خب سرکوب احساسات باعث میشه که اون غم و خشمی که انباشته شده در دلت در یک بازه‌ای از زمان مثل بمب منفجر بشه و حتی مشکلات جسمی ایجاد کنه. خب سعی کنید حداقل روزانه 10 تا 15 ساعت ژورنالینگ کنید، یعنی احساسات خودتون رو بر روی ورق بیارید بدون سانسور، بدون قضاوت. خب این کار کمک میکنه که بتونید اون احساسات خودتون رو پردازش کنید. خب موضوع بعد، سرزنش شدید خود و فکر این که شما احساس میکنید یک آدم بی‌لیاقتی. خب همین مشکلات در ارتباط رو به گردن خودتون میندازید و فکر میکنید که چون کافی نبودید، چون جذاب نبودید، چون اشتباه کردید، اینها مقصر خودتون هستید و این سبب میشه که شما اعتماد به نفس خودتون رو کاملا نابود کنید و این یک طرف فکر
که باعث میشه عزت نفس شما بیاد پایین و از یک آدم جدید بترسید و حتی در بهبودی مشکلات بعدی شما یک سری از مشکلاتی رو ایجاد میکنه. خب لیستی از واقعیت‌های ارتباط بنویسید، اون ارتباطی که شما در اون زجر کشیدید، اون آدم به شما آسیب زده، خوبی‌ها و بدی‌ها رو ببینید. این کار کمک میکنه که اون واقع بینی که در ارتباط وجود داره رو به صورت کلی درک کنید. خب عادت‌های خود تخریبی خودتون رو بذارید کنار. بعضی از افراد وقتی دچار غم میشن به جای اینکه اون آسیبی که دیدن رو ترمیم کنن به سمت الکل، پرخوری، بیخوابی عمدی، سیگار کشیدن و گشت‌وگذارهای بی‌هدف تو اینترنت صرف میکنن. خب و فکر میکنن که اینها کارهایی است که موقتا میتونه درد رو خوب کنه. خب این عادت‌ها در واقع به مغز و بدن آسیب میزنن و هورمون‌های استرس رو بالا میبرن و بهبودی رو به عقب میندازن. خب شاید که در یک بازه زمانی خیلی کوتاه اینها به صورت مفید واقع بشن، اما در بلند مدت میتونه که آسیب‌های بسیار خطرناکی بزنه. خب به جاش میتونه که ورزش کنی، آب نوشیدن میتونه خیلی کمک کنه، روتین خواب خودتون رو منظم کنی و فعالیت‌های سالم جایگزین، حتی پیاده روی ساده هم میتونه معجزه کنه. خب این نفع اشتباه خیلی رایجه و تقریبا همه ما توی مقطعی حداقل یک از اینا رو انجام داده. خب مهم نیست که قبلا چه کردیم، مهم اینه که تصمیم بگیریم که آگاهانه عمل کنیم و دیگه تکرارشون نکنیم. خب هر روز سعی کنید که بنویسی تا 45 دقیقه ورزش کنید. خب بهتره گاهی یک پیاده روی ساده هم میتونه کمک کنه. خب روتین خواب خودتون رو ثابت کنید و به خودتون زمان واقعی بدید. بهبودی معمولا بین 3 تا 6 ماه طول میکشه. خب صبور باشید و سعی نکنید که به سمت سراغ و مسیرهایی که عادت‌های تخریبی میشن. اگه درد خیلی شدید داری یا افسردگی داری حتما به یک پزشک مراجعه کنید. خب روی رشد شخصی خودتون تمرکز کنید، مهارت‌های جدید یاد بگیرید، کتاب بخونید، سفر برید و با هدف‌های کوچک روزانه بتونید که تمرکز خودتون از این مسائل بر روی اهداف شخصی خودتون. خب تمرینش رو گذاری میتونه که شما رو در یک مرحله بهتری قرار بده. اگه این ویدیو بهت کمک کرد حتما لایک کن، سابسکرایب یادت نره و زنگوله رو بزن.